وزارت خارجه ایران سفیر استرالیا در تهران را در پی انتشار مطلبی در شبکه‌های اجتماعی به وزارت خارجه احضار کرد. در روزهای گذشته صفحه اینستاگرام سفارت استرالیا در تهران به مناسبت روز بنفش بپوش تصاویری از ایان مک‌کنیل سفیر آن کشور با پاپیون بنفش منتشر کرده بود. وزارت خارجه ایران اقدام سفیر استرالیا را هنجار شکنانه خوانده و آن را به شدت محکوم کرده است. وزارت خارجه ایران میگوید که سفیر استرالیا با تاکید بر اینکه سفارت کشورش قطعاً تعمدی در اهانت به مردم و ارزش‌های جامعه ایرانی نداشت، گفت در این پیام نامی از ایران برده نشده است. این در حالی است که پست صفحه اینستاگرام سفارت استرالیا در تهران که به مناسبت روز بنفش بپوش منتشر شده بود هنوز حذف نشده است. روز بنفش بپوش در استرالیا برای آگاهی رسانی به ویژه به جوانان درباره ایجاد محیطی فراگیر و حمایتگرانه از افراد LGBTQ برنامه‌ریزی شده است. دوستان عزیز، از اینکه این ویدیو را لایک می‌کنید و کانال زیزیدی را با سابسکرایب کردن مورد حمایت خود قرار می‌دهید از شما صمیمانه سپاسگزارم. برای تک تک شما عزیزان آرزوی حال خوب، سلامتی و شادی فراوان دارم.